در تاجیکستان افزایش استحصال گوشت به قید گرفته شده است. همچنین سرشماری چاروائی کلان شاخدار زیادتر گردیده است. اما در همین حال قیمت گوشت هم بالا می رود. حجم استحصال گوشت طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان از اول سال 4.6% بیشتر گردیده است. به اول اوگوست استحصال گوشت 99.2 تن را تشکیل داده است. وزارت همچنین از افزایش سرشماری چاروائی کلان شاخدار گزارش می دهد که گویا به 2.3 میلیون سر رسیده از همین دوره سال 2018 40,000 سر یا 1.7% بیشتر گردیده است. همچنین شمار بز و گوسفند نیز 50,000 افزایش یافته است. 92.9% چاروا به اهالی تعلق دارد. آمار در تاجیکستان چند سال اخیر زیر سوال برده می شود، چون با وجود افزایش رقم‌ها و پیشروی‌ها نتیجه آنها برعکس است. برای مثال با وجود قریب 5% افزایش یافتن شمار چاروا و پایان‌تر رفتن قدرت خریداری مردم، قیمت گوشت ماه چهارم است که در حال افزایش می باشد. حالا نرخ 1 کیلو گوشت در بازارهای دوشنبه به 52-54 سومانی رسیده است. در اول اوگوست این نرخ 50-52 سومانی را تشکیل می داد. گفتنی است حجم مینیمالی ماهانه در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است. یعنی با این پول می شود 7 یا 8 کیلو گوشت خرید. در آغاز ماه اوگوست جاری حکومت تاجیکستان برای پایان بردن قیمت گوشت وارد کنندگان خوراک چاروا و خود چاروای ذاتی را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرد. قبلا وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور گفته بود که بالا رفتن قیمت گوشت و بلند شدن نرخ خوراک چاروا از جمله کنجوره وابسته است.